علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما برادران عزیز و این روز سعید و این روزی که مغفرت گناه بنده می شود شما را تبریک و تهنیت می گویم و یک جایه با شما دعا می کنیم به حرمت فذکرونی اذکرکم. خدای ما و شما می گوید هرگاهی که مرا یاد می کنید من هم شما را یاد می کنم. ادعونی استجب لکم، هر وقتای مرا اگر بخوانید دعا کنید من شما را اجابت می فرمایم. خاطر به حرمت این وعده های خداوندی ما و شما دستی به دعا می برداریم و از خدای خود دعا طلب می کنیم. اولا پروردگارا به سوی تو دستی بندگی برداشتیم به امید آنی که از گناه خالی نیستیم. خدایا گناههای ما بندگانت را مغفرت بسازی و خدای مهربان در دل همه ما بندگانت محبت خودت را، پیغمبرت را، قرآنت را، اسلامت را خدایا مستحکمتر جایگیر بگردان. و خود گفتی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه. خداوند میگوید هر کسی را که اگر ترازوی اعمالش در روز قیامت وزنین شد از نیکی، هر آینه از نعمتهای جنت برخوردار می شود. و هر کسی را که اگر ترازوی اعمالش در روز قیامت از نیکی ها سبک شد و بدی هایش زیاد شد، فامه حاویه، هر آینه دوزخ او را چکار میکند؟ به خود میکشد و به خود میگیرد. پروردگارا با امید این دستی به دعا برداشتیم که خدایا نیکی های ما را در دنیا زیاده بگردان و فردا ترازوی اعمال ما را از نیکی ها پر بگردان و بدی های ما را خدایا کوره بساز و گذشتگان ما را پروردگارا رحمت و مغفرت بگردان. بیماری هایی که در این جمعیت داریم، در خاندان داریم، همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. مرادها، مطلبها، مقصودهای نیکی که در دل داریم خدایا با فضل کرم خود همگی را برآورده خیر بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم در باب احترام پدر و مادر بود و البته خیلی موضوع جالب و موضوع خیلی لازمم برای همه ما و شما هست. پیش از آنی که دوام این موضوع را برای شما باز وسیع‌تر و پرتر کرده بیان کنیم، اولا حدیث از پیغمبر خدا را برای شما تحلیل میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من استيقظ من نومه و قلبه معلق بالمسجد فكأنما احیا لیلة القدر. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امت من هر آینه سحر از خواب بیدار می شود و در دل او معلق بالمسجد، در دل او نیتی هست، اراده هست، مقصد هست. چی مقصد است؟ این که امروز من نمازهای خود را در مسجد ادا میکنم. هرگاهی که اگر امت من با این نیت از خواب بیدار شود و بعد بیدار شدن در دلش و ارادهش همین مقصد و همین نیت را جایگیر بسازد، رسول اکرم چی گفتند؟ هدیه اینا، مکافات آن کسی که سحر با مقصد در مسجد نماز با جماعت خواندن یا 5 وقت نماز همان روزه را در مسجد ادا کردن، رسول الله هدیهش گفتند که فکأنما احیا لیلة القدر،
همچنان است که با این نیتی نیکش ثوابش ثواب همان عبادت شب قدر را نائل می‌گردد. لیلة القدر خیر من الف شهر. خدا در قرآن میگوید شب قدر عبادتش با چی برابر است؟ یک شب عبادت شب قدر به 1000 ماه در راه خدا عبادت کردن انسان نائل می‌گردد. یک نیت سحر که شما به نیت مسجد در جاگه خواب خود یا بیرون از جاگه خواب خود نیت میکنید، خداوند 1000 ماه عبادت را در نامه اعمال هر کدام شما کتابت میکند. خوش به حال آن برادرانی که در مسجدهایی که در محله و شهرهای خود دارند با این مقصد سحر بیدار میشوند، طهارت میکنند، از نماز جماعت بامداد سر کرده تا خفتن نمازهای 5 وقته را در مسجد ادا میکنند. بعد این چی میشود؟ بعد این خداوند بر این ثواب و بر این مکافات بنده را نائل میگرداند. رسول اکرم میگوید حب المسجد من الایمان. دوست داشتن مسجد این چه است؟ نشانه ایمانداری انسان است. انسان ایماندار مسجد را دوست می‌دارد. رسول الله حدیث های بی نهایت زیاده در باب محبت بر مسجد و آمدن ما و شما به سوی مسجد بی نهایت حدیث های زیاده از رسول اکرم روایت شده است. در دیگر حدیث میگوید پیغمبر اذا خرج المؤمن من المسجد نادى ملك من السماء. وقتی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود، یعنی بعد آنی که نماز ادا میکنیم، نماز که تمام شد ما و شما از مسجد که بیرون می شویم، نادى ملك من السماء، از آسمان یک ملائکه فریاد می زده است. چی گونه فریاد می زده است؟ افسوس که اون فریاد ملائکه ما و شما نمیشنویم. وای می گفته است استأنف العمل. ملائک می گفته است من خرج مؤمن من المسجد نادى ملك من السماء يا ولي الله استأنف العمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. پیغمبر خدا گفته بود است هرگاهی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود، ملائکه از آسمان فریاد می زده است. چی می گفته است؟ می گفته است ای مؤمن، ای ولی الله، ای دوست خدا، استأنف العمل. همین برآمدگیت از مسجد بار آخر برای تو نشود، بلکه کاری کن که دائم آمدن تو به مسجد دائم و دائم باشد. زیرا که هرگاهی که تو در مسجد داخل میشی و از مسجد بیرون میشی، به تحقیق خداوند گناههای تو را همگیش مغفرت میکند. که ام ولدته امو، مثل مادری که فرزند تولد میکند که هیچ گناهی در او نیست، مثل همون ما و شما در حالت داخل شدن مسجد و از مسجد بیرون شدن این مکافات نائل میشویم. البته از این حدیث ها ما و شما باید به این مقصد بیاییم که اولا محبت مسجد در دل همه ما و شما باشد. چگونه ای که در تعمیر خانه های خود و در بهتر کردن خانه های خود کوشش میکنیم، در کدام مسجدهایی که ما و شما محله هایی که زندگی میکنیم باید در آبادانی مسجد خودمان هر کدامان یک سهم معینی داشته باشیم و باید فکر مسجدها، آباد کردن مسجدها چه از صرف کردن مساله ساختمانیش باشد چه از عبادتش باشد، باید که ما و شما البته قفامانی نداشته باشیم. خدا در سوره توبه به ما و شما چی میگوید؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر و اقام الصلاة و آتوا الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. در سوره توبه در آیت از 18 این سوره چی میگوید؟ خداوند میگوید با درستی این که مسجدهای ما را، خانه های ما را که ها آباد میکنند؟ کسانی که ایمانی بر خدا دارند،
ایمانی بر روز قیامت دارند، ایمانی به پیغمبر دارند. اینها کیا هستند؟ کسانی هستند که آباد کننده این مسجد هستند. خداوند در دوامش گفت ولم یخش الا الله، و اینها کسانی هستند که از کسی نمیترسند بجز از خدا. فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. اگرچند که عسا در معناش به معنای رجا میاد، امید میآید، لکن ابن کثیر میگوید در هر جای قرآن که معنای عسا آمد این به معنای وجوب است، یعنی البته به البته کسانی که آباد کننده مسجد هستند خداوند اینها را در روز قیامت نجات میدهد. خوش به حال اون برادرانی که امروز در نمازهای جماعت و یا در عمارتهای مسجد کار میکنند، سهم خودشان گذاشتگی هستند. یک محجون گفتگی یک زن سیاه پوستی بود، میگه در دوره های رسول اکرم و دائم کار این مادرمان رفتن همون مسجد بود، خس و خاشاک مسجد از مسجد بیرون میکرد. روز از روزها میگه رسول اکرم به قبرستان گذر کردند و با بین همون قبرستان نگاه کردن که یک تازه قبر دیدن، یک قبر نو. گفتن که یاران من این قبر کی است؟ گفتن این قبر محجون است. گفت همان کسی که مسجد ما و شما را میرفت تازه میکرد. گفتم بله. گفتم برای چی در جنازه اون کس ما را دعوت نکردین؟ صحابه گفتن پیغمبر خدا روز گرم بود و ما نخواستیم که شما را آزار دهیم و در این روزهای سخت و گرمی شما را بیرون از خاندان کنیم. از این خاطر ما خود تکفین و تجهیز این مادر را بجا آوردیم و در بهترین صورت او را بر قبرستان برده گراندیم. رسول الله گفتند اصحاب من شما فراموش نکنین که بر کدام جنازه که من جنازه کنم و در روز قیامت از شفاعت من برخوردار میگردد و هر یک مرده که در این محله و دیار می شود البته مرا بر بالای جنازه اون کس خبر دهید. گفته رسول الله چیکار کردند؟ به سوی اصحاب این چنین امر کردند و بعدا میگه به سوی همون قبر گشت، گفت محجون آیا کدام کار دنیایی برای تو در قبر فایده آور شد؟ رسول اکرم صدا را میشنیدند و داخل قبر را میدیدند. میگه مدت ایستاد، اصحاب میگه که رسول اکرم هم سکوت کردن. بعد مدت به سوی من گشت گفت مادرمان محجون به سوی ما ندا کرد که مسجد می رفتم، مسجد تازه می کردم، دائم در آبادی مسجد بودم و همین سبب شد که من از فتنه های قبر نجات یافتم. و رسول اکرم گفتند خوش به حال اون بنده که در آبادانی مسجد سعی و کوشش دارد. در این باب البته گپ‌های زیاد در فضیلت مسجد موجود است و ما هم نو الحمدلله که این مسجد هفته گذشته اگرچه در چشم شما میرسد نمیرسد، خیلی خراجات زیاد و خیلی یک 4 روز یا 5 روز در این داخل کار کردن، خراجات های زیاد کردن و این تعمیر دیوال ها هم از قسم بیرون از نو شد، سفید کرده شد، درها همه رنگ کرده شد و دیگر بعضی کارهای دیگر هم البته هست. انشاءالله از فردا با سر میکنن. خدا خواسته باشد باز در نیت برای آبادانی در پهلوهای مسجد برای بهبود کردنش هم نیت ها هست. لیکن برادرها در اینجا یک قسم برادرها خراجات ها کردن، انشاءالله در حدشون دعا میکنیم. بعدا موضوع مانده شروع میکنیم. برادر اکای جمشیدمان 60 سامانی، حاجی خالوف که البته خدمت اولشان نیست، چندین بارها باز هم گفته و ناگفته 1150 سامانی. برادرمان شیرعلی دقتی ایمولسیا دادن، محب الله 50 پیاله و دقتی لک دادن، حاجی تورعلی 130 سامانی دادن، حاجی طلبیشا 50 سامانی دادن، برادرمان آدینشا 50 سامانی دادن، شریف خان 20 سامانی داد، حاکم برادرمان 25 سامانی دادن و اینجا برادرها خدمت کردن، یاردمچی ها در استان اکای فیضلی که خیلی اونم خدمتش در همین مسجد زیاد است، با همراه اکای داستی و خلاوری همین مسجد، فرزندای اکای داستی و دیگر برادرها در اینجا سعی و کوشش زیاد کردن، یعنی خدمت جانی هم کردن اگرچه پولی هم نکرده باشند. و یک برادر میگه در بازار در یک چاینی که برای همین مسجد خریدند و خدمت ها در
آوردن این مصالح ها کردن. خدایا این همگی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع خدا نصیبشان بگردانی. و خدای مهربان چگونه ای که رسول اکرم گفتند من بنا مسجدا لله بنا الله قصرا فی الجنه، حدیث ترمذی است. پیغمبر خدا گفت کسی که در مسجد، کسی در دنیا از برای خدا مسجد را آباد میکند یا سوم برای مسجد روانه میکند، خداوند قصر در جنت برای او بنا میکند. خدایا برای این برادرانی که خیر احسان کردند، خراجات ها کردند، بهترین قصرها را خدایا برای اینها بنا بسازی و عمر دراز و تنی صحت خدا نصیب و روزیشان بگرداند. آمین و رب العالمین. بعد از شما خواهش میکنم که در کدام مسجدی که نباشد سهم خدا بگذارین. انشاءالله این حسرت نیست، پشیمانی نیست. فردا باز برای کم دادن یا نکردن تان پشیمانی دارد و لکن هیچ. عبدالله ابن مسعود می آید حدیث سألت النبی ای العمل احب الى الله تعالی. حضرت عبدالله ابن مسعود می گوید از پیغمبر خدا سوال کردم، پیغمبر خدا کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. سه عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت، ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم، ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد. امروز اکثر سوالهایی که در ما می شود 30 دقیقه بعد شام و 35 دقیقه بعد شام و 40 دقیقه بعد شام نماز خفتن بخوانیم جایز است یا نه؟ نه، البته جایز نیست. بین امروز فتوای علمای ما و شما تا 1.5 ساعت اجازت دادن که بعد شام شما میتونین که بعد 1.5 ساعت نماز خفتن تان ادا کنید. مادامی که حکم علما است در گردن ما و شما، واجب است اطاعت کردن او. اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اونا اولو الامر هستند در ما و شما، باید که اطاعت کنیم. اگر چی مثال در 40 دقیقه و 35 دقیقه نماز خواندی، اون نماز هم نمی شود و اون عمل در نزد خدا محبوب هم نیست، دوست داشته شده هم نیست و خداوند محتاج نماز تو هم نیست. از این خاطر از همه شما خواهش میکنم بین همون یک امت اساسی شیم، بین یک نماز بخونیم که از اون نماز ما و شما در نزد خدا یک برکات و یک ثواب در نامه اعمال ما و شما شود. اون نمازی که سراستی موار ما و شما میخوانیمش، نمازی که بی طاقتانه ما و شما میخوانیمش، و چگونه نماز میشود؟ بین یک شخص آمد داخل مسجد در آمد نماز خوان، رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند نماز را از سر بخوان. خیستن امر پیغمبر خدا را بجا آوردن، باز خیستن باز خواندن. رسول اکرم گفتند از سر نماز بخوان، باز خواندن. 3 بار تکرار شد، رسول الله گفتند باز نماز از سر بخوان. گشته گفتند رسول اکرم من دیگر از این دیده زیادتر نمیدانم، چه هست معنی نماز من؟ رسول الله گفتند که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت بکن که خدا همچنانه که خدا را تو میبینی، و اگر چنده که خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. خدا را همچنان عبادت کن. اصلی فإنک لم تصلی، از سر بخوان نماز، زیرا اینکه تو نماز نخواندی. برای چی بود؟ برای پیغمبر خدا نگاه کرد که بسیار تیز رکوع میکرد، تیز سجده میکرد، مثل همون مرغ دانچینی که هست در کتاب ها می آید. امروز اکثری ما و شما همچنان نماز داریم، تیز نماز ادا کنیم، لکن این نماز در نزد خدا هیچ قدر قیمتی ندارد. رسول الله گفتند دوست داشته ترین عمل به سوی خدا چی بوده است؟ نماز در وقت خودش خواندن، نماز در وقتش ادا کنیم. نمازی که در وقتش نباید، شناختن وقت خودش فرض است. اگر در وقتش نماز نخواندین نماز نمی شود.
من سراسیمه گفته در ساعت 12 شما پیشین بخونین، من سراسیمه گفته در ساعت 4:30 سحر بامداد بخونین. اینا وقتش نیست. هر یک چیز به خودش وقت دارد. شناختن وقت این فرض است. دویم عملی که رسول اکرم گفتن خداوند دوست می‌دارد این چی است؟ بر الوالدین، خدمت کردن در حق پدر و مادر. این هم یکی از عمل‌های هست که خدا و پیغمبر خدا این عمل را دوست می‌دارد. سوم عملی که خداوند دوست می‌داشته است الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت جهاد، محاربه با دشمن‌های خدا کردنم خداوند و پیغمبر او دوست می‌دارد. از بین این سه عمل که امروز موضوع ما و شما این خدمت کردن در حق پدر و مادر است، ما جدا میکنیم، استثناء میکنیم و میگوییم که بر الوالدین یعنی خدمت کردن در حق پدر و مادر این یکی از چی بوده است؟ یکی از عملهای بوده است که خدای ما و شما این عمل را دوست می‌داشت. خوش به حال آن فرزندهایی که خدمت پدر و مادر میکنند و خودشان را محبوب خداوند میگردانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مرد آمد و گفت یا رسول الله اريد الجهاد. پیغمبر خدا میخواهم که در راه خدا جهاد کنم، در محاربه به سوی یهودی ها کارت بردارم. رسول الله گفتند احی والدک، پدر و مادر تو زنده هستند؟ این جوان گفتند بله پیغمبر خدا، پدر و مادر من زنده هست. ففیما فجاهد. پیغمبر خدا گفتند رفته خدمت پدر و مادر را انجام بده، این خود جهاد در راه خداست. جهاد بسیار کار مشکل است. جهاد اگرچه به نهایت اجر زیاد داشته باشد، انسان را راست به حساب و داخل جنت بگرداند، لکن کردن جهاد خیلی کار مشکل است. حتی جهادها بجز اینه که با ضد دشمن اسلام می جنگند، بسیار جهادهایی هست که حتی اوناش در ما و شما از عهدش نمیبراییم. حتی یک جهاد دیگرش همین است که کلمه حق را نزد پادشاه گفتن است. کدام شما قدرت دارین که نزد پادشاه بخیزین و پادشاه را مثال شما گپ بزنین که تو نماز نداری یا تو زکات نداری یا تو روزه نداری یا حق مردم را رعایت نمیکنی؟ این کلمه حق خودش چی است؟ جهاد در راه خداست. کدام انسان این جهاد را به جا آورده میتونه؟ اونی که مثال شمشیر میبرداری و از کودک زن میگذری، اینش یک جانب همین کلمه حق. یا اینکه یک برادر را گفتن که مثال تو نماز بخوان، یک انسانی که صاحب منصب و پولدار باشد، ما و شما دلاوری نمیشیم بر او انسان گپ بزنیم. اینم جهاد در راه خداست. رسول الله گفتند پدر و مادر را در خدمت بکن، این جهاد در راه خداست و تو چی میگیری؟ بهترین مکافات که جنت است. از حساب خدمت پدر و مادر تو بر این نائل میگردانی. مرد دیگری آمد گفت یا رسول الله من احق الناس بالصحابتی، با کی از همه دیده هم صحبت تر شوم؟ با کدامش؟ با پدرم یا با مادرم؟ کدام اینها قطعی؟ کدام اینها حق بسیارتر بالای من دارند؟ رسول الله چی گفتند؟ امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال ابوک. پیغمبر خدا را میگه پرسیدم، رسول اکرم گفتند مادرت از همه دیده حق بسیارتر بالای تو دارد. گفتم رسول اکرم بعد از این کی؟ گفتند بازگشته گفتند مادرت. بازگشته گفتم رسول اکرم بعدی مادرم چی؟ گفتند مادرت. بعدن گفتم رسول اکرم دیگر چیز میخوام بعدی مادر بر کی؟ بر پدر، بر برادر، بر خواهر. ابوکا. پیغمبر خدا گفتند بعدن بر پدرت. چیکار کن؟ خدمت کن. یعنی 3 بار رسول اکرم نام مادر را در این حدیث مبارک ذکر کردند و بعدن حواله به سوی پدر کردند. یک جوانی آمد میگد با همراهی زنش یختصمان فی سبیلهما، در دستشان یک کودک بود میگد در دست این زن، و نزد رسول اکرم حاضر شدند و گفتند رسول اکرم یختصمان فی سبیل، ما یک قضاوت داریم، ما یک
مسئله داره، میخواهیم که این مسئله را شما حل کنید. گفتن چی مسئله هست؟ گفتن این مرد میگوید که من حق بلند دارم و این زن میگوید که من حق بلند دارم، کدام ما حق ما بلندتر است؟ مرد میگد به سوی پیغمبر خدا گفت هذا ولدی خرج من صلبی، همین فرزندی که در دست من است پیغمبر خدا، همین از پشت من است، همین فرزند من است. میگه این زن گشته گفت، زنی همین مرد بود، گفت چی گفت؟ گفت در اصل پیغمبر خدا این فرزند همین مرد است، حمله خفا و وضعه شهوتا، لکن همین آبی که همین فرزند از او به دنیا آمده است این بسیار سبک بود در پشت این مرد، این به سبکی برداشتش. وقتی که در رحم من پرتافتش از حساب شهوت پرتافتش، لكن وضعته كرها وحملته كرها وارضعته حولین کاملین. پیغمبر خدا این فرزندی که از آب این مرد در وجود من پیدا شد، این من با مشکلات برداشتم، با مشکلات تولد کردم و باز 2 سال دیگر این شیر دادم. پیغمبر خدا حکم کن، حکم پدر بلند است یا حکم مادر؟ فقضا رسول الله صلی الله علیه و سلم لأمی، بعد پیغمبر خدا حکم کردن که حکم مادر چی هست؟ بلند هست. البته به البته حکم مادر بلند بودنشم اگر ما و شما در سوره لقمان نظر کنیم، خدای ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. صدق الله العظیم. خدا در این سوره قرآن به ما و شما چی سپارش میدهد؟ میگوید چگونه ای که جمعه پیشین از سوره اسراء به شما خواندم که از اولش امر پیغمبر بود، اینش هم از امر سر میشد و وصینا الانسان. خدا میگوید وصیت کردیم فرزند انسان را، سپارش دادیم فرزند انسان را، امر کردیم فرزند انسان را، یا وظیفه گذاشتیم به گردن فرزند انسان. چه وظیفه گذاشتیم؟ که پدر و مادرش را احترام کند، پدر و مادر را احترام کند. حملته امه وهنا علی وهن، و فراموش نکند که این فرزندی که امروز به وایه رسیده است، این همچنان در یک صورت کلان در دنیا از زمین مثل گندم نروید، بلکه این مادر در شکم خود برداشت. خدا میگه وهنا علی وهن، مشق علی المشق. صاحب تفسیر میگه یعنی مشکلات به مشکلات، روز به روز مشکلات بالای مادر زیاد میشد، ترا میبرداشت. حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین، باز تو را 2 سال دیگر میگه خداوند شیر داد. ان اشکر لی ولی والدیک، من شکرانه مرا بجا بیار و بعد شکرانه من شکرانه پدر و مادرتم بجا بیار. و الی المصیر، فراموش نکن که بازگشت تو به سوی من است. من از این سپارش و از این وظیفه‌ای که بر ذمه تو گذاشتم برای احترام پدر و مادر، از تو پرسان میکنم که آیا تو اینا بجا آوردی یا نه. عبدالله ابن سلام در دوره های رسول اکرم میگن یهودی بود، لکن ایمان آورده بود. این کس وقتی که میگن بیمار شد، رسول اکرم همراه اصحابش در مسجد نشسته بودند و آمدن به پیغمبر خدا خبر دادن یا رسول الله، عبدالله ابن سلام در حالت نزع جان است و از شما بسیار تکلیف است که در تلقین کلمه شهادت حضرت اشتراک کنید. رسول اکرم از جا خیستند، همراه حضرت عمر، همراه حضرت علی، حضرت بلال خانه عبدالله ابن سلام رفتن نگاه کردن که البته سکرات موت خیلی مشکل است، جان دادن خیلی کار مشکل است. نگاه کردن حال عبدالله خیلی وزنین است و کلمه شهادت بر زبان عبدالله ابن سلام هیچ دور نمیزند. رسول اکرم
بلال را گفتند بلال از همسر عبدالله سوال کن